که اسحاقی تا فرصتی هست قبل از اینکه آژیرها به صدا در بیان با او صحبت بکنیم. بابک، وضعیت چطوره الان؟ شب بسیار پرتنشی را آغاز کردیم و بدون تردید شب پرتنشتری را هم در انتظار داریم و به نظر میاد که موج بزرگی از موشک‌ها به سوی اسرائیل پرتاب شده و پرتاب خواهد شد. اخبار و گزارش هایی که به دست ما میرسه لحظه به لحظه هستش و در حال حاضر آژیر خطر در مناطقی در اورشلیم و همچنین در شمال اسرائیل به صدا در اومد. گزارش ها از برخورد حداقل 2 موشک به نزدیکی حیفا، گزارش ها در این مورد هستش. هنوز از خسارات یا تلفات در این رابطه چیزی به دست ما نرسه. آنچه که در آسمان حیفا دیدیم رهگیری موشک ها بود. بسیاری از موشک ها طبق این چیزی که من دیدم رهگیری شده، اما همانطوری که گفتم اصابت هم وجود داشته. لحظاتی پیش گزارش رسید که موج دیگری از موشک ها به سوی اسرائیل در حرکت هستند و این امکان وجود داره که این بار به سوی تل‌آویو بیان. از سوی دیگر تلویزیون اسرائیل از موج بسیار گسترده از حملات اسرائیل در ایران خبر میده، حملاتی که گفته شده که میره و گسترده تر میشه. در کنار اون لحظاتی پیش گزارشی هم از یک حمله هدفمند در یمن از طریق اسرائیل به دست ما رسید. برخی از مقامات اسرائیلی به کانال‌های رسانه‌های اسرائیلی گفتند که اگر این ترور هدفمند موفق شده باشه لحظه دراماتیکی در جنگ با یمن خواهد بود. هنوز اشاره‌ای به هدف این حمله در یمن نشده، اما منتظر هستیم ببینیم که بابک، همین که ببخشید حرفتو قطع می‌کنم، همین الان یکی از مقامات ارشد اسرائیلی به رسانه‌های این کشور گفته هدف یکی از چهره‌های ارشد حوثی‌های یمن بوده. مشخص نیستش که اون چه کسی است. البته همانطوری که گفتم مهمترینشون الحوثی هستش، رهبر حوثی‌های یمن، اما چهره‌های مهمی هم دیگر از جمله فرماندهان اصلی حوثی‌ها هم وجود داره. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز میگوید که تهران سر اختاپوس است و دیگر مسئول نیستش. ما به قلب ایران نفوذ کردیم. صدها هواپیمای اسرائیلی اکنون حاکمان آسمان ایران هستند. در مقابل حملات جمهوری اسلامی به ایران، به اسرائیل را نیز در کنار اون داریم. فرداد. ممنونم از تو بابک اسحاقی در تل‌آویو. میدونم که هر لحظه ممکنه آژیر خطر اونجا هم به صدا در بیاد. در امان باش. امیدوارم به محضی که بتونیم دوباره سراغ تو بیایم.